سلام سعید عزیز، مجید هستم. حالت خوبه؟ سلام، مرسی، خیلی ممنون. برادرت خوبه؟ آره، انقدر از شما تعریف میکنه واقعا. اصلا میگه از وقتی که اومده شما و فروزان جون رو دیده، میگه خوش با حالتون تو شهر، شما یه آدمایی مثل اینا دارین. هر دفعه دوست داره بیاد شما رو لطفشونه ببینه. واقعا. ما هم خیلی دوستش داریم. مرسی، قربان شما. شما هم دیگه همه جز خوبی از شما و فروزان جون هیچی نمیگن. همه ماهن، به خاطر همین ما رو اینطوری میرم. به خدا این شهر پر از آدمای پرقلب، درستکار، فداکار، انسان‌های واقعی تو این شهرن. مرسی. بفرمایید. که نوشین خانوم که به خاطر غذای شما تا اینجا میاد توی مغازتون، خودشون کیترینگ دارن و این کامپلیمنت خیلی بزرگی برای مغازه شما که ما ایرونی‌ها اینقدر به شما واقعا غذای خوب همیشه اپریشیت. That's right. حالا این ولی درود بر شما. مرسی، لطف دارین. همین غذایی که خودتون درست می‌کنین دیگه، نه؟ بهتره غذای خودمون باشه. دوست عزیزمون افشین این عکس‌ها رو گرفته. درود بر شما. آقا مجید جان دلم. فروزان جان، من شما رو نداشته باشم چه کنم؟ جیگرت